سلام بچه ها، خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه. امروز راجع به این چیزا حرف میزنیم. مثلش چیه؟ بین نوشابه کوکاکولا و اسپرایت کدوم رو انتخاب میکنیم؟ به نظر شخصی خودم فکوس کنم کوکاکولا. بین دوغ خوشگوار و چیه؟ داره میگیره همین یا اون دلستره یا این من به نظر خودم این آبونی بریم بین قبلی همون دلستره خوشمزد‌تر لیموناد یا آب لیمون چیه؟ این آب لیمون با لیمون چیه؟ بین این و لیموناد من لیموناد انتخاب میکنم. لیموناد یک بار خوردم تموم بکنم. یا بین این انرژیزا یا کاکائو من این انرژیزا رو انتخاب میکنم. بکنیم دیگه راجع بعد براتون داخل موقع ادیت چپش میکنم. اینم شامپو کلیره. عشقم به رونالدو هر چیزی میخرم عدد هفته. اینو به قیمت 100,000 تومان از مشهد خریدم. خب اینم خمیر دندونه چی نیست. خب بچه ها ول کنید دیگه، راجع به این چرت و پرتا زیاد حرف نمیزنیم. یک دقیقه بریم داخل کوچه بیرون. انقدر سرده، یعنی ببینیم بیرون. نه تو زایدان نبودم، چرا انقدر سرده؟ خیلی سرده بخدا. صدا بادو میشنیم دیگه چقدر شدید. بچه این گلدون رو نگاه کنید چقدر خوبه، خوشگله، خوکچله. خب بچه ها راجع به این ترافنگ حرف بزنیم. اینو میبینید من اینو پارسال نه پیرار سال خریدم. به قیمت به نظرتون چقدر؟ توی کامنت ها بنویسین، حتما بنویسین. اینم ازتون میپرسم ها. پارسال نه پیرار سالم خریدمش این اسلحه. بچه ها الان من موندم از چی ویدیو بگیرم. مثلا سر رفته داخل خونم تنها. اصلا در مورد چی ویدیو بگیرم؟ اگه فیلم ترسناک میخواین، اگه بین این ویدیوها
اگه یک کدومتون کامنتاش بیشتر لایک بخوره بین این ویدیوها که الان میخوام بگم ویدیوهاش بیشتر لایک بخوره از چی میگم هر کدوم که کامنتش بیشتر لایک بخوره همون کار رو از این به بعد ویدیوهاش انجام میدن. مثلا اگه ژانر ترسناک میخواین که اونم هست، دوچرخه سواری میخواین دیگه، گیمینگ میخواین، هر چی میخواین داخل کامنت ها فقط برام بنویسین دیگه. حرف اضافه بسه. این سابسکرایب کوچولو هم که این پایین الان میاد کو بیا دیگه، بیا، ها اومد. این سابسکرایب کوچولو رو هم بزنین، لایک هم بزنین. فعلا پیس اوت.